باور کنید همین بگاه من از که نقلیاتم وای نبود پیاده ماندم همین نزدیک 20 سالگی استقلالیت قصر ورزشگاه همین توده آدم های دیدم فکر کردم که از سببی که یک هفته پیش در کشور همسایه در ازبکستان قرار داشتیم وقتی که میبروید از کار بسیار تاکسی ها هست تاکسی هایی که خدمت رسانی میکنن بهتر میشد تاکسی برای مانده شود نسبت اتوبوس البته اسپرینترها با اصطلاح اسپرینترها بهتر از اسپرینترها با تاکسی خوبتر است اگر نرخ تاکسی ارزان شود مثل ازبکستان تاکسی خوبتر است خدمت رسانی اتوبوس برای ما بهتر است برای اینکه اتوبوس هم نرخش کمی باشد هم ما رو زود به جای لازمه میبرد گوییم که از روی گرافیک ما رو به جای ضروری میبرد امروز که مثال بگیم هوا گرم شده است من فکر میکنم اون که تیز برد اگر سپرینتر آدم کم میگیرد بود هوا خیلی تازه اتوبوس میبینید چقدر آدم میگیرد سپرینتر خوبتر لیکن سپرینتر گفتیم کوچه موید شغل میکند یعنی اتوبوس نظر من برای جمعیت بهتر من اولاتر میدونم همون خطسرهایی که سپرینتر نام دارن یا خطسرهایی که حرکت کننده هستند زیر سری وقت میآیند حرکتشون تیز سرعت نقص هر دو اینها این نقلیات ها برای ما بهتر هستند هم سپرینتر و هم اتوبوس ها بهتر هستند ولی در وقتی که شام می شود و اینها از کار باز میمونند کاربرو میکنند و به ما اون نقلیات های سبکرو یا خردکی که به مثال دمز استفاده میشوند در شهر به مقداری کم هستند یا نمیرسند و در شهر اهالی یک تنقیصی زیاد میکشد ما میخواستیم که همون دمزها در شبانگاه زیاد فعالیت نمایند و مردم رو کارشون رو آسان نموده باشند